سلام دوستان، وقتتون بخیر. من در مورد این مسئله میخواستم صحبت کنم. تجربه شخصی منه توی زندگیم و احتمالاً هم دوره‌های من توی دهه 60 که این روزا خیلی تو فضای مجازی هم در مورد این دهه صحبت میشه و خیلی خاطرات مرور میشه و بحثایی که بین بچهای دهه 60 هست و حالا دهه 70. یک چیزهایی در وجود من هست و کاشته شده پیروی این ویدیو که گذاشتم، این که من با ترس زاده شدم و دارم با ترس زندگی میکنم و همیشه هم دنبال راه حل میگردم برای اینکه این ترسمو در واقع از بین ببرم به روش‌های مختلف، حالا از روانپزشکی گرفته کتابایی که در مورد روانشناسی در مورد ترس هست و هر چیزی ابزاری که تونستم استفاده کردم و خب خیلی جام جواب نداده. یعنی اون چیزی که نهادینه شده در من شاید با این کارها به راحتی نشه از بین بره. این دورهایی که آدم میره، کلاسایی که میگذرونه، کتابایی که میخونه، پادکستایی که گوش میکنه و من هنوزم دنبال این هستم که چجوری این معضل و این نقص رو در خودم از بین ببرم و خیلی خوشحال میشم که دوستان مشارکت بکنن، صحبت کنن و اون تجربه‌ای که در مورد ترس دارن، اتفاقایی که افتاده تو زندگیشون به واسطه ترس، انواع ترس‌ها، صحبتایی دارن، کامنت بذارن. ممنون میشم.